من اینجام که راهنمات باشم. متاسفانه مردان ما به خصوص مردان جوونمون در دام ایدئولوژی‌های مدرن و تکنولوژی افتادن و از همیشه تنها تر و ناراحت ترن. فکر کردی آمار خودکشی مردا چرا رفته بالا میره؟ پسر، شاید تویی که داری ویدیو رو گوش میدی بیشتر عمرت تو خونه بوده باشی و از زندگی راضی نیستی و مانند یک کابوس میمونه، اما بازم شاید بچسبی به ذهنیت خودت و حرفامو جدی نگیری، چون از بس نشستی با خودت یا با دوستای بدتر از خودت فکر کردی که از واقعیت جدا شدی. شایدم در تلاشی و مشغول کاری، ولی بازم انگار یه چیزی درست نیست و هیچی لذت خاصی برات نداره. پیشرفتی که میخوای رو نمیتونی کنی و همش برمیگردی اول کار. تو این کانال دست دارم با دنیای واقعی آشنات کنم. قرار تجربیاتی کسب کنی و به چیزایی برسی، طعم‌هایی رو بچشی که تا حالا نچشیدی. شاید تو بچگی. نه ترس، زندگی بد نیست. زمانش رسیده آگاه بشی، زنده بشی. وقت تغییره.